هلو بار چطور بچه ها؟ بارودکس هستن. خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. بالاخره مدرسه ها تموم شد. بالاخره مدرسه ها تموم شد و قوی تر اومدیم جلو. بچه ها دلیل این چند ماه اخیر که نبودم رو بهتون بگم. میکنم من فهمیدیم. اینید مدرسه پدرمونو در برد. خیلی هم در برد. سر امتحانا نتونستم ویدیو بذارم. واقعا ببخشید. سر همین به خاطر هم نتونستم ویدیو بذارم. گمه ویدیو نذاشتم، ولی با روال جدید اومدیم ویدیو شروع کنیم. اصلا بریم جلو. و دیگه کم کم داره ویدیوهای لپتاپ هم میاد تو. برحال همین کانال، یعنی دیگه گیم های لپتاپ هم میخوایم بذاریم. البته لپتاپ مثلا همین اندروید، ولی تو لپتاپ که یکم راحت‌تر باشه کار کردن باش، که شما از گیم پلی خیلی لذت ببرید. این ویدیو برای این نیومدم اینجا ویدیو مثلا بازی نگیرم، اومدم بهتون بگم دلیل این چند ماه، این چند مدتی که نبودم چیه. دلیلش همین بود که مثلا پدرمونو در آورد مدرسه. مثلا امتحان علوم خیلی آسون بود. اصلا امتحان علوم بسیار آسون بود. اصلا هممون عالی دادیم امتحانا. عجیبه. دیگه خلاصه یه هم از این دیگه که من براتون بگی که قبولی تابستون قبول شدیم بچه ها. اینو شخصا بهتون میگم، به حرفم واقعا گوش کنید. شما حتی با کمترین نمرم قبول بشین خودش نعمت. چرا؟ چون دیگه نمیخواد توی هوای بی خود و گرم بلند شید بریم مثلا چه میدونم سر کلاس. اصلا اعصابتون خورد میشه. مثلا من خودم سال قبل افتادم، مطالعات عربی هم افتادم، خیلی بی خود بود. اصلا نگم براتون، خیلی اصلا عذاب الهی، خیلی درد بیخون. اصلا اعصاب آدم خورد میشه، توی هوا بلند میشه میره چه میدونم کلاسای تجدید. اصلا بیخوده. خلاصه این نظر من به شما که فقط تلاشتون رو بکنین قبول شید، که از تابستونتون از دست تابستون از دستتون تمومه. بدبخت. خب حالا بذارید چیز اصلی بهتون میگم. چه قرار تغییر کنه، خیلی هم میخواد تغییر کنه. از اولین روز که شروع کردیم ما یوتیوب رو، دقیقا نمیتونم کنم اول سال نمیدونم چه شروع کردیم، ولی از اولین ویدیومون خیلی میگذره. بکنم دو سه ماه 4 ماه میگذره، یه چند ماهی میگذره ها. بعد اومدم بهتون بگم که میخوایم چیکار کنیم استارتمون تو این تابستون میخوایم چه بهتر کنیم. بلاگ داریم، همه چی داریم. خب همه چی، هرچی هم شما بگی، هرچی هم درخواستا بیشتر بشه، یعنی چیزایی که شما میخوایم بیشتر بشه 100% اونا هم بیشتر میذاریم. واسه گیم ما هم داریم. بذار کلن بهتون بگم اصلا میخوایم این 3 ماه تابستون چیکار کنیم، بهتر کنیم. چه خریدم در اون حدیه نه. حالا وقت اگه ویدیوشو گذاشتم متوجه میشین. دیگه لپتاپ هم داریم، به زودی ویدیوهای لپتاپ هم میاد، یعنی هم گیمی لپتاپ میذاریم، هم با شبیه ساز مثل گیم لوپ اینا. دیگه کسی که
دنبال این بودم که بازی اندروید رو روی لپتاپ اجرا کنم، میشناسن این برنامه رو. تو گیم لوب دیگه فکر کنم فیلتره، حالا دیگه نمیدونم دیگه تازگی ها نصب میشن که با یه شبیه ساز دیگه میخوام کار کنم دیگه. خلاصه گیم موبایل، تو خود موبایل یعنی ولاگ 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 هم داریم، ولاگ های خفن ها. ببین شاخلاری شاخلاری اصلا عجیبه دیگه. این چیزا رو داریم دیگه. مردم گیر پاش آقا ببخشید این رد شد، نمیدونم فکر کنم حافظه گوشی من زیاده، باید کمش کنم. حالا خلاصه بذار این قشنگ سریع چیا رو بهتون بگم. این چیزا که بهتون گفتم، گیم لپتاپ داریم، وی آر داریم، ولاگ مخصوصا بعضی میدونم خیلی ولاگ دوست دارم، اونم داریم حتما. گیم های گروهی، یه گروه دست و پا میکنم با هم بریم اصلا عشق کنیم. راسته همین دیگه چیز نمونده دیگه. راسته بچه بکگراند عوض کردم. اگه کسی که اول کار ما با کردن میفهمند بکگراند ما این نبود، گراند ما یه چیز دیگه بود. حالا من نمیخوام بگم، تو کامنت ها حتما کامنت ها رو بنویسید، حتما نگاه میکنم دیگه. بچه کال آف موبایل و وارزون موبایل اینا هم میذاریم. البته وارزون شاید نذاریم، شاید هم بذارم نمیدونم. میدونی وارزون خیلی چیز شده برای من، مسخره نشده. میدونی بچه خیلی لگ میخوره بالا، چیکار میکنن شایدن آپدیت داده بهتر شده، یعنی مثلا دیگه لگ و اینا نمیخوره، لگشو برطرف کردن. تازه شم اکتیویژن کال آف موبایل هم میذاریم. همین ببین همون روند اولی که داشتیم و ادامه میدیم، یه مش چیز دیگه هم بهش اضاف میشه، یه مش چیز دیگه هم بهش اضاف میشه. یه همین دیگه به آخر ویدیو رسیدم. امیدوارم از این ویدیو خیلی لذت کافی برده باشین. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. زنگوله طلایی نابودش کنیم، خار مادر براش نذاریم. خلاصه تا یه ویدیو دیگه یا یه شروع جدید دیگه، بدرود.